سلام و ادب و احترام خدمت شما سروران گرامی. دوستان خب این اکانتی که ملاحظه میکنین اکانت $25,000 دمو روبو فارکس بوده که هفته قبل استارتش زدیم. یعنی این هفته که گذشت استارتش من زدم و استارتش زدیم و تریدای فقط توی یک روزش یعنی توی یک روز معاملاتی روز پنجشنبه آخر شب تقریبا بود ساعت دیگه میبینید ساعت 10 خورده ای ترید زدیم روش. تقریبا توی یک روز با صبر و حوصله و توی یک روز تقریبا 17% خورده ای سود کردیم. اکانت $25,000 با صبر و حوصله توی یک روز تریده روی طلا $4,309 سود کردیم که این هم پوزیشن ها رو میبینید. اولین پوزیشن خب با ضرر بستیم، $456 با ضرر بستم که خب توی مارکت باید طرف به کنترل احساساتش بتونه احساساتش رو کنترل کنه، کنترل احساسات و کنترل مدیریت سرمایه داشته باشه تا بتونه موفقیت بیشتری کسب کنه. میبینید اکانت اولی معامله با ضرر بسته شده، باقی معامله با سود. دوباره این زای ضرر این است. این کل پوزیشن هایی بوده که ما توی پنجشنبه باز کردیم و با صبر و حوصله طی چند ساعت و معاملات اسکلپ $4,309 سود کردیم. تقریبا 17% خورده ای توی یک روز روی اکانت $25,000 دمو رو با فارکس سود کردیم. سه تا ضرر داشتیم، $1,031 ضرر داشتیم، تقریبا نزدیک $22 ضرر داشتیم، البته 21 ولی تقریبا بگیم $22 ضرر. یه دونم تقریبا 400 تقریبا که نه آره دیگه حتمی $456 ضرر داشتیم. و این هم از اکانت. تا هفته آیندم انشالله بتونم از لایف تریدا فیلم میذارم توی کانال و هفته آینده ببینیم اکانتی که فعلا $29,309 ببینیم هفته آینده چند درصد میتونیم انشالله سود کنیم. فعلا تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.